سارومان سفید در ارباب حلقه ها به سمت تاریکی روی آورد. اما سگانه فیلم پیتر جکسون دقیقاً توضیح نداد که چگونه این اتفاق افتاد. داستان سارومان خیلی قبل از سفر فرودو در عصر سوم شروع شد. در حقیقت نزدیک به آغاز زمانی در داستان‌هایی که توسط آثاری مانند سیلماریلیون و تاریخ سرزمین میانه ترسیم شده بود آغاز شد. سارومان در فیلم ارباب حلقه ها به عنوان رهبر خردمند گاندالف خاکستری معرفی شد. به طور ضمنی گفته می شود که او زمانی مرد متفکر و ملایمی بود که از طبیعت مراقبت می کرد و لذت می برد. با این حال سارومان در پیچیدگی حوادث به گاندالف روی آورد و خود را وقف لرد تاریکی ساورون کرد. او ارتشی تشکیل داد، به هلمز دیپ حمله کرد و متحمل شکست قطعی شد. این پایان داستان او در سگانه فیلم بود، اما در آثار مکتوب تالکین داستان او خیلی قبلتر آغاز شده بود. سارومان قبل از موسیقی آینور که به زبان تالکین برای آفرینش جهان بود خلق شد. او عضوی از نژادی به نام مایار بود و هدفش خدمت به نیمه خدایان قانون ارباب حلقه ها والار بود. در آن زمان او خود را کرومو یا تاریندور می نامید و صنعتگری ماهر بود. این موضوع ارتباط زیادی با استاد والا، خدای کتوله ارباب حلقه ها و اسمیت والار داشت. ساورون نیز زیر نظر اسمیت خدمت می کرد. البته در آن زمان هر دوی این موجودات فرشته مانند به عنوان نیروهای خیر مورد علاقه و احترام بودند، اما آنها در نهایت به سوی تاریکی رفتند. شر در ارباب حلقه ها اغلب با طمع قدرت خلقت همراه بود. دستیاران عائله می توانستند زیباترین چیزها را خلق کنند، اما نمی توانستند زندگی بیافرینند. این همان چیزی بود که ارباب تاریکی مورگوس را از آروئیلواتار دور کرد و در نهایت همین کار را با 2 مایار دیگر انجام داد. اگرچه قرار بود سارومان و ساورون شرور شوند، اما ساورون خیلی قبلتر در تاریکی فرو رفته بود. ساورون فرمانبردار مورگوس شد و با او رفت تا به اهداف تاریک خود دست یابد. پس از اینکه والارها ارباب تاریکی را نابود کردند، واضح بود که به سراغ ساورون نیز خواهند رفت و با او نیز به مقابله بپردازند. بنابراین والارها یک تیم مایار به عنوان ایستاری را گرد هم آوردند تا به عنوان فرستادگان خود در سرزمین میانه عمل کنند. طبیعتاً اولین مایایی که داوطلب شد سارومان بود. به عنوان اولین عضو ایستاری، سارومان به عنوان رهبر جادوگر سفید انتخاب شد. اولورین که در سرزمین میانه گاندالف نامیده میشد، توسط والارها به عنوان جادوگر سوم انتخاب شد. این همان لحظه‌ای بود که حسادت سارومان برای اولین بار در درون او شروع شد. اولورین تمایلی به آمدن به سرزمین میانه و رویارویی با ساورون نداشت و در عوض مایل بود در والینور بماند تا به مانوی پادشاه والارها خدمت کند. اصرار والارها بر این بود که گاندالف خاکستری نیز همراه او برود، اما سارومان آن را عضوی غیر ضروری می دانست، زیرا او مطمئن بود که گاندالف به تنهایی می تواند این کار را انجام دهد. اگرچه سارومان از اینکه گاندالف و راداگاست
با او به سرزمین میانه فرستاده شدند ناراحت بود، اما سالها با آنها همکاری کرد. همانطور که گاندالف در ارباب حلقه ها توضیح داد، او معتقد بود که سارومان یک رهبر خردمند، قوی و قابل اعتماد است. با این حال حسادت جادوگر سفید روز به روز افزایش یافت. اندکی پس از ورود هیستوری به سرزمین میانه در 1000مین سال عصر سوم، به گاندالف یکی از 3 حلقه الف قدرت به نام ناریا داده شد، چیزی که سارومان به شدت از آن رنجیده شد. از آنجایی که سارومان صنعتگری مانند ساورون بود، عمیقاً به حلقه های قدرت علاقه‌مند شد و می‌خواست برای خود یک حلقه داشته باشد. وقتی جادوگر سفید در ارباب حلقه ها از سمت خیر و نیکی برگشت، گاندالف متوجه حلقه‌ای در انگشتش شد. جادوگر خود را سارومان رنگارنگ و سارومان حلقه ساز نامید که نشان دهنده ذات طمع او برای تلاش ساختن حلقه‌ای از قدرت بود. با این حال او فاقد قدرت ساورون یا گاندالف بود، بنابراین تصمیم گرفت به ارباب تاریکی بپیوندد تا بخشی از قدرت خود را به دست آورد. این واقعیت که سارومان در لحظه‌ای که این کار را انجام داد و تغییر سمت داد تصادفی نبود. تاریخ او نشان می‌دهد که او همیشه آرزوی قدرت داشت و می‌خواست به عنوان یکی از بهترین‌ها شناخته شود. در وقایع بین هابیت و ارباب حلقه ها، یاران حلقه به نفع او بود که در کنار والارها بماند. آنها بهترین موجودات بودند و اثبات خود به آنها بهترین راه بود که بتواند مقام و قدرت خود را حفظ کند. با این حال وقتی فهمید که حلقه واحد می تواند بر همه آنها حکومت کند، همه چیز تغییر کرد. سارومان با این باور که بهترین فرصت او برای بازیابی حلقه یگانه است، به ساورون پیوست و به لطف اطلاعات گاندالف تا آنجا که می توانست امیدوار باشد تا به او نزدیک شود. تنها کاری که او باید انجام میداد این بود که هابیتی را پیدا کند که آن را در اختیار داشت، سپس ادعای قدرت کند و بتواند ساورون را کنار بزند و جای او را به عنوان ارباب تاریکی بگیرد. قدرتی بزرگ که او معتقد بود که حتی از والار هم بهتر خواهد بود. البته همه چیز به این شکل پیش نرفت. مایایی که بیشتر از همه به آن حسادت می‌کرد، گاندالف جای او را به عنوان جادوگر سفید گرفت.